افسانه خلق تاجیک هفتادران. بود نبود یک مرد و یک زنی بود. آنها 7 پسر داشتند و یگان تا هم دختر نداشتند. پسران هر وقت به مادرشان می گفتند مادر جان به ما خواهر لازم است، خواهرکی باشه که ما دوستداری کنیم، مهربانی کنیم، غمخواری کنیم. بعدی چند وقت مادر امیدواری دختر، پسرانش امیدواری خواهر شدند. هفتادران همیشه به شکار رفته در کوههای بلند گشته آهو، کبک هلال، هر خیل حیوانهای وحشی زده می آوردند. یک روز آنها به مادرشان گفتند مادر جان ما به شکار می رویم، اگر به ما خواهر شود شما فرمایید که به دروازه چرخ، اگر باز هم پسر شود کمان آویزند. دیری نگذشته مادرشان دختر تولد کرد. وی خیلی خرسند شده به دایه گفت روید به دروازه چرخ آویزید، پسرکانم بیایند بسیار خرسند می شوند. کمپیر یک چرخ را برده به دروازه آویخت. هفتادران یک دشمن داشتند که وی دائما به صید بسیار آوردن آنها حسد می برد. دشمن از دروازه چرخ را گرفته کمان آویخته ماند. هفتادران از شکار گشته آمده دیدند که به دروازه کمان آویخته ماندند. واه مادر ما باز هم پسر زایده است گفتند و به حولی در آمده گشته رفتند. رفته رفته به یک مملکت دیگر رسیده در آنجا زندگی کرده گشتند. به خواهرکشان گلماه نام دادند. چند سال گذشت. گلماه 12 ساله شد. یک روز گلماه با دوگانه هایش بازی کرده ایستاده با دخترچه همان دشمنی اکه هایش گپش گریخته ماند و دخترک طعنه کرده گفت تو بی پای و قدم هستی، تو شدی و اکه هایت گم شده رفتند، ما با تو دیگر بازی نمی کنیم، نباشد تو برین بی اکه می شویم. گلماه گریه کرد، آب دیدهش جویچه شده به حولی یک کمپیر در آمد. کمپیر قد جویچه بر آمده دید که دخترک همسایه گریه می کند. پرسید چرا گریه می کنی؟ دوگانه‌ام تو شدی و اکه هایت گم شده رفتند، گفته طعنه زد، این گپ راست است یا دروغ؟ پرسید گلماه. رو به مادرت گوی که گندم بیریان کند، به هر چی که داد نگیر، گوی که دستش قطع دهد. وقتی که با دستش دادنی شد کفشو به درونی دک پخش کن و اکه های من در کجان؟ گفته پرس. بگفت کمپیر. گلماه به خانه اشون آمده به مادرش گفت مادر جان بسیار گرسنه ماندم، دلم گندم بریان می طلبد. مادرش خیست و گندم بریان کرد. گندم بریان را از دک با کفلیز گرفته به گلماه داد، نگرفت. با قاشق داد، نگرفت. گفت به دستت ده. به دستش دادنی شد که کفش رو به درون دک پخش کرده گفت راستش رو گوی من اکه دارم یا نه؟ مادرش گفت نداری، سر ده که دستم می سوزد. گلماه سر نداده باز پرسید من اکه دارم یا نه؟ مادرش گفت ها اکه داری، 7 اکه داری. اکه های من در کجایند؟ نمیدانم. روزی زایده شدن تو به شکار رفتند و دیگر بر نگشتند. دور از دیدارشان دیلکم خانه زنبور شده است. گلماه این گپ را شنید و خیسته خمیر کرد، 10-12 تا کلچه پخت و در یک رومال بسته به مادرش گفت مادر جان من اکه هایم را کافتنی می روم. هرچند مادرش نرو، آنها رو از کجا میابی؟ از تو هم جدا میشوم گفته زاری کرد. گلماه از راهش نگشت. وی از دشت و دریا گذشت، از کوه و صحرا گذشت، بسیار شهر و قشلاق را گذشته رفتن گرفت. وقتی که گرسنه میماند یک کلچه را میخورد و باز به راهش میرفت.
رفته رفته فقط یک کلچهش ماند. کلچه رو غیلانده از عقیبش روان شد. بعدی چند وقت گرسنه ماند. ناعلاج یک لبی کلچه رو شکسته خورده باز غیلاند که کلچه دیگر غیلان نشد. کلچه رو به دستش گرفته همین قدر گریه کرد که زمین لای شد. یک پارچه لای رو گرفته به جای شکسته کلچه مالید و به آفتاب ماند. کلچه قاق شد. گلماه آن را از نو غیلانده از پسش رفتن گرفت. به یک کوه رسید که در آنجا یک حولی بود. کلچه به تگ دری همان حولی رسیده افتید. گلماه به حولی در آمد. دید که در خانه ها هیچ کس نیست. در دیوارهای خانه صید بسیاری آویختگی. انا آهوی و انا گوسفند کوهی و انا کبک و انا مرغ هلال. خمها پوری روغن، صندوقها پوری آرد، همه چیز هست. وی از صندوق آرد گرفته خمیر کرد. نان و کلچه های نغز پخت. کبک ها را بیریان کرده یک آشکی با مزه سیرگوشت و سیروغن پخت. همه را تیار کرده ماند و خودش در درون یک صندوق پنهان شد. دیری نگذشته اکه هایش آمدند. به خانه در آمده به طعامپزی سر کردنی شده دیدند که آش پلو و نان و کلچه های دلکش پخته ماندگی. حیران شدند. آخر هیچ کس تا حال به حولیشان قدم نمانده بود. کی آمده این طعام ها رو تیار کرده باشد؟ بعد خیر هر کی باشد پگاه میفهمیم گفتند و آش و کلچه ها را با شوق خوردند. پگاه شد. 6 دادر به شکار رفتند و برادری از همه کلانی واقعه را فهمیدنی شده در خانه ماند. وی پاییده شیشت و یک وقت خوابش برده ماند. گلماه آهسته نگاه کرد که اکه‌اش خواب رفته است. از صندوق برآمد. او باز خمیر کرد. نان و کلچه های خوشروی پخت. 3-4 زواله توشبیره پخته به درون صندوق در آمده پنهان شد. اکه‌اش بیدار شد که نان و کلچه های گرم و توشبیره تیار. حیران شده نشسته بود که برادرانش آمده مانده. پرسیدند کی بوده است؟ خوابم برده مانده است. بیدار شوم همه چیز تیار. گفت برادری کلانی. دادرانش به سرخوابی او خندیدند و خوراکها را خورده خواب کردند. روز دیگر دادری دیگرشان در خانه ماند. این را هم خواب برده از کارهای دختر خبردار نشد. همین طور 6 دادر خواب کرده مانده سیر دختر را فهمیده نتوانستند. روزی 7 برادری از همه خوردی پاسبانی کرد. وقتی پیشین او را هم خواب پخش کرد. خسته کورپچه انداخته به تک سرش بالیش مانده دراز کشید که باز زیادتر خوابش آمد. خواب که به وی غلبه کردن گرفت. خست و انگشت خوردی دستش رو کمی بریده نمک پاشید. جراحت سوختن گرفت و خوابش نبرد. یک وقت دید که یک دختر نازنین از صندوق برآمد. خواست که زود خسته دستگیرش کند. باز فکر کرد که کنی بینم که چی کار میکند. دختر آرد گرفت، خمیر کرد، نان پخت، گوشت گرفت، پیاز ریزه کرد، سبزی تازه کرد، شوربا پخت، چای جوشانده دم کرده، چاینیک را به لبی آتشدان مانده به پیش صندوق رفت و به آن در آمدنی شده بود که جوان تازان تاخته خسته از پایش محکم داشته پرسید تو اینسی جنسی پریزادی چه کسی هستی که خانه ما را منزل کردی؟ گلماه گفت نه اینسم نه جنسم نه پریم نه پریزاد، آدمی عادی هستم، خواهر شما. ما 7 داریم، خواهر نداریم.
گفت بچه تعجب کرده. دختر همه واقعه رو یک یک نقل کرده خواهری آنها بودنش رو معلوم کرد. اکا و خواهر همدیگر رو به آغوش کشیده بوسیدند، حال پرسی کردند، خرسند و خوشنود شدند. وقتی آمدنی اکاهایشان شده بود که جوان گفت تو راست شو، من از اکاهایم شادیانه میگیرم. دختر پنهان شد. فرصتی نگذشته برادرانشان هم آمدند. برادری از همه کلانی پرسید خوش دادر چی گپ؟ هیچ گپ نه، گفت دادری خوردی. شیرید طعام خورد، من یک گپی غلطی دارم. برادران نشسته به طعام خوری سر کردند. برادری خوردی نان شکست و بعد به برادرانش رو آورده گفت شادیانه بدهید که خواهرکمان آمده است. ما خواهر نداریم، گفتند شش برادر. دادرشان برادرانش را از حادثه خبردار کرد و به سوی صندوق رو آورده گفت گلما برو اکنون اکاهایمان انتظارند. دختر از درون صندوق برآمد. شش برادر به سوی او دویدند و آغوش و بوسهگیری سر شد. برادران به همدیگر نوبت نداده دختر را به کنار میکشیدند، حال پرسی میکردند. برادری خوردی باشد یک سو نشسته از خرسندی قنوتک میزد. بعد از این گلما با برادرانش زندگی کرده گشت. همهشون خرسند و خوشحال بودند. هفتادران روزها به شکار می رفتند. گلما میغون داشت، روبچین میکرد، میشست، میدوخت. روزی برادرانش به خواهرکمان همراه می شود گفته یک گربه یافته آمدند. گربه شریک گلما شد. گلما به او هیچ چیز نمیخورد. هرچی که میافت گربه را جغ میزد و با هم میدیدند. یک پگاهی خانه رفته ایستاده از پیش جاروب یک دانه مویز یافت. بی خواتیر آن را گرفت و تازه کرده به دهانش انداخت. گربه که به نیم مویز امیدوار شده بود در قهر شده تاخته رفته علو را کشت. گلما خمیر کرد. خمیرش رسید تنور را تفساندنی شده به پیش آتشدان آمد که علو نیست. وی غمگینانه بیرون برآمده به چهار طرف نگاه کرده دید که از درون یک بیشزار دودی باریک برآمده ایستاده است. به همان دود نگاه کرده رفتن گرفت. نزدیک شده دید که یک کربرزنگی در یک دست بچه‌اش را مکانده با دست دیگرش گندم بریان کرده ایستاده است. گلما ناعلاج به پیش وی رفته السلام آچه جان. کربرزنگی سر برداشته گفت و علیکم السلام، اگر سلامت نمی بود یک لقمه خامت می کردم. برای چی آمدی؟ علوم مرد، علوگیری آمدم، جواب داد گلما. کربرزنگی کمی علو و یک قدر جو دراز کرده گفت این جو رو تا خانه‌ات چوشیده چوشیده رو. گلما جو را چوشیده آمد. تنور را تفسان، نان و سمبوسه های گوشتین پخت. خوراک تیار کرد. اکهایش آمدند خوردند. همه چیز خیلی بامزه بود. شکمهایشان سیر، غمهایشان دور شد. از خواهرکی هنرمندشان مینه‌دار شدند و خیلی چقچق کرده نشسته بعد خواب کردند. سحر شد، خیسته رفتند. روز شد. گلما حولی رفته ایستاده بود که ناگهان همان کربرزنگی تکه سوار در آمده آمد. وی آمده ایستاده فریاد میکرد اوی ناجنس بیا تکم را گرفته بند. گلما تخته آمده تکه را گرفته به میخ بست. اکنون بیا سرم را بین، گفت کربرزنگی. همان جوهای چاشیدگی گلما سوزند شده بودند. کربرزنگی آنها را چیده آمد. کربرزنگی یک سوزن را گرفته به پای گلما خلاند. پایش سخت درد کرده باشد هم گلما دندان به دندان ماند. گلما سر میدید و کربرزنگی خون او را میمکید.
چند روز همین خیل گذشت. دخترکی نازنین خزان می شد. یک روز اکهایش از او پرسیدند که با تو چی شد؟ نوتوب هستی؟ زیق شدی؟ چرا روز به روز خراب شده ایستاده ای؟ گلما واقعه رو گفته داد. روز دیگر برادری از همه خوردی به شکار نرفته در نزد در چاه کند و پیش چاه یک سنگ کلان آورده ماند و در پس در پنهان شد. دیری نگذشته گربرزنگی هم آمد. وی آمده ایستاده فریاد میکرد: اوی ناجنس، بیا تکم را گیر. گلماه تاخته رفته تکه را گرفته به سوی در روان شد. گربرزنگی از عقیب او می آمد. گربرزنگی به در نزدیک شده بود که اکه گلماه تاخته برآمده او را به چاه تیله داد و هدهه سنگ را به بالایش پرتافته خاک کشید. بگویی برادرانش از شکار گشته آمده پرسیدند: هدو چی بوده است؟ به خانه ما گربرزنگی عادت کرده است، جواب داد دادرشان. خیرت که بر وقتتر خبردار شدیم، نباشد خواهرکمان رو کشته میمانده است. بچه با گربرزنگی چخیل رفتار کردنش رو گفته داد. بعد اکه کلانیش به دختر گفت: مبادا به بالای چاه آب نریز که گربرزنگی زنده می شود. چند وقت گذشت. روز گلماه دیگ و طبق شست و فراموش کرده آبش رو به بالای همان چاه ریخته ماند. یک زمان بالای چاه شبیت روید، چنان شبیتی خوشبوی که هیچ ناگفتنی. چند وقت دیگر گذشت. یک بگاه گلماه غمگینانه آه کشید. برای چی آه میکشی؟ پرسیدند برادرانش. به دیدار پدر و مادر پزمان شدم، گفت گلماه. برادران گفتند: ما هم پدر و مادر و وطنمان را یاد کردیم، این طور که باشد پگاه راه سفر رو پیش میگیریم. روز دیگر هفت‌دادران به خونداشتن چیز و چاره هایشان مشغول شدند و گلماه یک مستاوه با مزه پخته از همان شیبیت کنده به کاسه ها انداخت. برادران به سری دسترخوان نشسته یک قاشقی خورده بودند که کبوتر شدند و پریده رفتند. گلماه در حیرت ماند. آه، این شیبیتی در روی چاه رویدگی بود. من نادان فراموش کرده به خوراک انداختم. برادرانم کبوتر شدند. اکنون چی کار میکنم؟ خیر، من هم کبوتر شوم. گفت و از مستابه یک قاشق خورد و این هم کبوتر شده پرواز کرده به برادرانش رسیده گرفت. 7 کبوتر پرواز کنان به وطنشان رسیده بر روی باغ خودشان رفته نشستند. 7 دادران 7 سفیدار شدند و گلماه یک درختی سیب. یک وقت مادرشان به باغ در آمده در حیرت ماند. خود از خود 7 سفیداری بلند و یک درختی 3 شاخی سیب پیدا شده. باغ از این درختان عجیب خیلی خوشنمود و زیبا گشته است. بعد از این او هر روز به باغ در آمده این درختان غلطی را تماشا می کرد. فصل بهار آمد. سیب غرق گل شد، میوه کرد. تابستان شد، سیب ها پختند. صبح سرخ، خوشروی و خوشبوی. روز پسری پادشاه به شکار برآمده گذرش به این طرف افتاد. آمده ایستاده بود که به دماغش بوی خوشی سیب رسید. اسب خود را نگاه داشته به نوکرانش گفت: این چی بوی است؟ این چقدر فارم؟ زود رفته فهمید از کجا این بوی می آید. 2 نفر اسب دوانده به نزد باغ آمدند و دیدند که یک درخت غرق سیب و گرداگردش 7 سفیداری بلند. آنها خواستند از این سیب 2-3 دانه به شاهزاده برده او را خرسند کنند. به درخت نزدیک شده دست دراز کرده بودند که از تنه سیب صدا برآمد: ای رهگذران، دست نگه دارید. نوکران حیران شده خود را به قفا کشیدند. یکی از آنها گفت: ما را شاهزاده فرستاد، میخواهیم برای او 2-3 دانه سیب بریم. درخت باز صدا داد:
ای برادران عزیز، آدمان شاهزاده برای سیب آمدند دی هم یا نه؟ همین وقت از تنه 7 سفیدار آواز برآمد: شاهزاده چه نیکی کرده است که به او سیب میدهی؟ نوکران با شتاب اسب دوانده به پیش شاهزاده آمدند و گفتند: ای شاهزاده عالی مقام، این بوی از باغ می آید. درون باغ یک درخت سیب گرداگردش 7 سفیدار درختان گپ می زدند. شاهزاده گفت: نامعقول کردید، کدام درخت گپ زده است که آن درختان گپ زدند؟ بعد خود پسر پادشاه به باغ آمده به سیب دست دراز کرد. همین وقت تنه آن آواز داد: ای رهگذر، دستتو نگه دار. شاهزاده گفت: من پسر پادشاه مملکتم، میخوام 2-3 دانه سیب گیرم. ای برادران، پسر پادشاه برای سیب آمده است، دیم یا ندیم؟ پرسید سیب. سفیداران صدا دادند: پسر پادشاه چه نیکی کرده است که به او سیب میدهی؟ به سیب تو کسی حق دارد که تمام عمر خود به مردم نیکی کرده باشد. شاهزاده فکر کرده دید که در عمر خود به کسی نیکی نکرده است. ناامید شده برگشته رفت. روز گذاری یک مردی سال خورده به اینجا افتاده ماند. درختی سرخم شده سیب را دیده هوس او آمد و به باغ در آمده یک تا سیب کندنی شد. ناگهان از تنه سیب آواز برآمد: ای برادران، این مرد موی سفید سیب گرفتن میخواهد، دهم یا نه؟ بیده، گفتند برادرانش. این همان کسی است که تمام عمر خود غیر از نیکی به مردم کار دیگری نکرده است. پیرمرد خرسند شده یک تا سیب گرفته بود که یک باره تنه درخت سیب کفید و از درون آن یک دختری خوشروی و نازنین برآمد و تنه 7 سفیدار هم کفید و 7 جوان خوشروی بیرون شدند. 7 برادر و یک خواهر به نزد مادرشان دویدند. مادر همه را یک یک به آغوش کشید و بوسید و به مراد و مقصدش رسید. همین است افسانه 7 دادران. اگر افسانه پسند دل شما شده باشد، خواهشمندیم علامت بسیار خوب را پخش نمایید. به همه شما مینت‌داری خویش را میرسانم.